غالبا یکی از بزرگترین مواردی که باعث میشه ما در خیلی از گناهان واقع شویم و نفهمیم که اینا گناهان هستن امیست که ما خیلی از وقتا ذهن ما در مورد قضاوت کردن دیگران مشغول است. یکی از بزرگترین ابزارهایی که شیطان انسان را با استفاده از این ابزار در امور حرام واقع میکنه امیست که ما غالبا در مجالس ما در ذهن خود ما مشغول قضاوت کردن در مورد دیگران هستیم، در حالی که هیچ ضرورت شرعی وجود نداره. خب ما بازم قضاوت میکنیم فلانی نفر این کار کرده، خوبی از کجاست، فلانی تو کار کرده. آواز برای خدا چی ضرورتی برای وجود داره؟ چی ضرورت داری که تو بیای یا در مجلست یا در مثلا ذهنت بیای یک قضاوت منفی بکنی؟ این گپ از لحاظ شرعی انسان گاهی وقتا در کارهای بسیار حرام دیگه واقع میکنه. یک مسئله ضرورت هم نداره، گپی از یک نفر بلند میشه، یک نفر میاد 10 تا 20 تا مثلا غیبت از اون میکنه. چرا؟ والا خوب است که ما مردم باز از این بیم بتون که متوجه باشه که از این تو کار نکنه. از به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه باز فلانی کار واقع میشه. از برای خدا تو خودت امی کار را کمیال تو کردی، کار حرام است، تو میخوای اعتماد نمود بکنی که من این کار حرام که واقع شدم به خاطر از این هست که دیگران از حرام حفظ بکنم. تو چرا خودت نجات نمیدی؟ دیده باشین خیلی از مردم خودش یک کار حرام میکنی، وقتی برش میگی چرا این کارو میکنی؟ به خاطر که دیگران ما به اصطلاح متوجه نکته کرده باشیم که یعنی او دیگران از کار حرام حفظ شوه. قو انفسکم، اول خودت نجات بدید، تو اول به چرت خود باش، بعد از او در مورد دیگران کار خیر بکن. و هم وقتی تو تلاش میکنی که دیگران را از امور حرام حفظ بکنی، این کار تو خودش آیا به این قیمت انجام بگیره که خودت مرتکب کار حرام شوی؟ هرگز به این حالت نیست. پس ما اول وقتی که ما ذهناً قضاوت میکنیم در تعامل خود با دیگران، امی روحیه قضاوت کردن منفی در مورد دیگران را ذهن خود کاملا بکشیم. اصلا می باید به شما باشه. این واقعا از ذهن خود بکشیم. میگه گاهی وقتا ذهن شما میگه در مورد فلانی کی تو شده، فلانی تو شده، فلانی شده. امی ذهنیت را از ذهنتون دور بکنین. هیچ ضرورت نداره در میگه. و بله این که گاهی وقتا یک ضرورت مشخص شرعی میشه، یک نفر ضوابط شرعی گپ بفهمه. به عنوان مثال این ضرورت شرعی است. علما وقتی در مورد جرح و تعدیل بحث میکنن، راویای حدیث را وقتی ارزیابی میکنن، اصل میگن امیست که جرح کردن یک نفر حرام است. اصل امیست که جرح کردن یک نفر چی هست؟ حرام هست. آل اینمی نفر در سلسله روایات حدیث قرار گرفته. ما در یک اولویت مهمتر قرار داریم که او شناخت حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آل چی کنیم؟ اگر این نفر را جرح نکنیم، اینمی حدیث که حدیث صحیح نیست، پیش مردم به عنوان چی میه؟ به عنوان حدیث صحیح میه. چی بکنیم؟ در اینجا ضرورت شرعی ایجاد میشه. ضرورت شرعی ایجاد میشه که یک نفر با رعایت ضوابط شرعی در مورد این نفر با کلمات بسیار کوتاه به اصطلاح او را جرح بکنه. خیلی جالب است. مثلا بعضی از علما بسیار کلمات جالب میگن. یک نفری که بسیار بد بوده، از یکی از علمای جرح تعدیل در موردش پرسیده میشه که فلانی راوی حدیث چیست؟ میگه فیه ضعف. فقط در مورد از او ضعف وجود داره. حالا ببینین او بر اساس یک ضرورت، بر اساس یک ضابطه شرعی، به خاطر ادای یک واجب شرعی میایم میخواد یک نفر جرح بکنه، فقط برش میگه فیه ضعف. ما شما چی میکنیم؟ بدون ضابطه شرعی، بدون ضرورت شرعی در مورد یک نفر که از ما کس میپرسه 10 بدی اگر داره 50 تا بدی دیگه در سرش میگیم. و گاهی وقتا هم استدلال میکنیم به عملکردی کی؟ به عملکرد علمای جرح و تعدیل. دیده باشین تو بشاره تو چرا اون نفر بعد میگی؟ حالا ببینین ضرورت است ما مردم را از این مهراسانیم که متوجه از این نباشه. از برای خدا چی ضرورتی وجود داره؟ و باز فرض بکنیم ضرورت بود، آیا امو ضوابط شرعی را که در جرح و تعدیل علما وضع کردن تو رعایت کردی؟ خیلی از وقتا معیار قضاوت های ما در مورد دیگران گمان ما هست. معیار قضاوت های ما در مورد دیگران چی هست؟ گمان ما هست. یا هم تحلیل غلطی که ما داریم از یک قضیه. تحلیل ما از یک قضیه چی هست؟ غلط است. اینمی تحلیل غلط خود را معیار قرار میدیم برای قضاوت کردن در مورد دیگران. و اینمی حسادت ها، تکبر ها، خودپسندی ها و غرور هایی که در نفس ما هست به این قالب چی میکنه؟ تبارز پیدا میکنه. و باز ما هم گمان میکنیم که اینمی کار ما کار خیر است و کار شرعی است و مستحق ثواب هم میشه.